زنونش بهتره یا مردونش؟ برو بریم. امداد خودروی آقایان. خب برای تعمیر ماشین منطقی تره که آقایون بیشتر بولد باشن، ولی خب ببینیم اگه خانوما فنیشون بهتر بود، که بعضیاشون البته فنیشون خوبه نگیرید رو من، ولی خب عمدتاً آقایان. اگه خانوما بود چجوری بود؟ خدایی وسط همتی ماشینت خراب شده، زدی بغل داره دود میکنه، دوست داری اون عمو سیبیلوه با نیسانه بیاد یا ایشون بیاد؟ اصلا ماشینت رو درست نکنه، اصلا نمیخوام، خودم بلدم، بیاد فقط چک کنه. نظرت چیه؟ این از امداد خودرو. من که میگم بانوانش بسیار جذابتره. سیا ساکتی که اصلا نماد تستوسترونه و استاد خراب کردن ماشین و پلیس بازی و همه چی. بریم نسخه زنونش رو ببینیم. سفید پر سر و صدا، حتی تایتلش هم عوض شده، یعنی سیا ساکتی شده سفید پر سر و صدا. البته سیا ساکتی یه مقدار ممکنه نجات پرستانه هم باشه، ولی خب تو ایران دیگه آنتن نمیده این چیزا. سفید پر سر و صدا از لحاظ سایزی تقریبا هم اندازه سیا ساکتیه، گوشواره‌های زیبایی داره، ولی نمیدونم بهش نمیخوره مثل سیا ساکتی خلافکار و خرابکار باشه. پس نسخه مردونش به نظرم منطقی تره، ولی سفید پر سر و صدا هم باز یه سیبیل بذاره شبیه خودم نمیشه آجی. بگذریم. بابا برقی یکی از فیمس ترین کاراکترهای جهان که نصیحتمون میکرد در مورد نمیدونم خاموش کردن چراغا و اینجور چیزا. مامان برقی. مامان برقی هم سن و سالش بالاست، مثل بابا برقی داره نصیحت میکنه، گوشواره هم داره دوباره. مامان برقی مرد هنوز حاجی. این نمیدونم با ای آی اینجوری شده یا نه، ولی هنوزم ای حاجی مامان برقی چرا سیبیل داره اصلا؟ آقای طاها جانی چیه؟ مامان برقی چرا سیبیل داره طاها؟ به هر حال مرده، این همچنان داداش برقیه به نظرم. فقط یه مردیه که یه مقدار گرایشاتش عوض شده و یه گوشواره گذاشته. منم دارم ولی فقط این چپ زدم، پیرسینگ هم هست. لطفاً هیت ندید. مامان برقی رو به نظرم زودتر عبور کنیم ازش، چون داشت دارک میشد. قرمزی و پسر خاله، شنل قرمزی و دختر خاله. شنل قرمزی همچنان همون کلا قرمزیه، ولی دختر خاله رو کلا، حالا من خاله ندارم، یعنی خالم تا به دنیا اومده فوت کرده، ولی اگه خاله زنده میموند، خاله خودم و همچین دختر خاله‌ای داشتم، غلط میکردم کاری بکنم، چون که من میدونید که نازنین جان هست و اینا، ولی دختر خاله چشم آبی هم به عنوان دوست میتونست دوست خوبی باشه. بعدی یعنی آخری، پوریای ولی. پوریای ولی یکی از شخصیت‌های لژندری ماه به نظرم. فرزن آقا اصلا ایشون بانو بود. پوریای ولی بازم خیلی گنگ و خفن و موهای سفید لاتی ولی خب پوریای ولی سن و سالش تو این تصویر که بالاه، یعنی پیرمرد هستن. اینجا خانم جوونی هستن، مثل یکی از کاراکترهای گیم آف ترونز، اسمش خاطرم نیست، ولی به نظرم میتونست همونقدر پهلوان باشه. پهلوانی ربطی به جنسیت نداره، یه چیزیه تو ذات آدمه. پس پریای ولی هم آن تاپه. مخلصم. خدا نگهدار.